نیلوفر سبب پاش خوردن عائله‌شان و با مشکل‌های سنگین روزگار روبرو شدنش را محض در خشونت خانوادگی می‌بیند. من راستی یاد ندارم 5 ساله یا 4 ساله بودم. پدر و مادرم از هم دیگر جدا شدند. سبب جدا شدن آنها مادرم به زورآوری گرفتار میشد. پدرم بسیار نوشاکی اسپریتی می‌نوشیدند. مادرم را می‌زدند. همیشه مادرم 4 سال با پدرم زندگی میکنند، از همدیگر جدا میشوند. من باز یک خواهرچه دیگه هستم، انگار 2 دختر بودیم. هر دوی ما را مادرم پرتافته رفتند. پس از آنی که والدینش از همدیگر جدا میشوند، فرزندان با پدر میمانند. مادر باشد تنها پس از 4 سال به خبرگیری دخترانش میآید. این اولین و آخرین آمد مادر بود. بعد از 4 سال صنف 2 بودم یا 3. مادرم آمدن به مکتب. میترسیدن که به خانه بیاین. به مکتب آمدن. خواستن که مرا بینن. من اون کس را نشناختم. آمدن که من مادر تو هم دست سری من خیلی زورآوری میکرد پدرت. من از خانه رفتم، نتونستم شما را برده، شرایط نداشتم. بعد از همین مادرم دیگر پیدا نشد. رفت. بعد شوهر کرد. پدرش نیز بار دوم عائله‌دار می شود، اما این تصمیم گرفته پدر برای نیلوفر بدترین روزها را به بار آورد. پدرم دوم بار عائله برپا کردند. زن پدرم میزدند. یگان کار را اگر نمیتوانستم، کودک بودیم لیکن نمیفهماندم با نازی و میزدند. همین با طریق زورآوری همون کار را به ما نشان میدادند. 7 سال میشود که با مایندرم زندگی میکردیم. من و خواهرم در تک دست مایندرم بسیار ما را میزدند. از خانه میراند مایندرم. بسیار شبها رو در کوچه روز کردم. بعد زمستان میشد، در زمستان ما رو از خانه مایندرم میراند. ما به خانه بیبیم میرفتم و همراه بیبیم میایستادم. نیلوفر و خواهرش دیگر نه در خانه پدر جای یافتند و نه در خانه بیبی، چون در یک ماینده رو در دیگر عمک روزشان را تار کرده بودند. یک عمکم با ما روز نمیداد، خانه بیبیم ده ایستادم. عمک چه خیلی روز نمیداد؟ چی میگفت؟ جنگ میکرد با شما؟ تنها بسیار تنها میکرد که پدرت شما در خانه تا راه نداده و شما آمده در گردن مادری من بار شدین. مادری من به شما صغیر پرور. زیاده از 1 سال است که نیلوفر در مرکز تعلیمی چراغ هدایت است، ولی در این مدت نه پدر و نه مادرش به خبرگیریش نآمدند. نوابسته از آنی که از این مرکز تا خانه پدرش تقریباً 15 کیلومتر راه است. کاش مادرم پیدا نمیشدند. یک پیدا میشوم باز میگم مادرم یاد کرد 1 سال میشود، 1 سال و 2 ماه میشود که من در این مرکز تعلیمی چراغ هدایت هستم. میدونن یگان بار خبرگیری نآمدند. پدرتون چی خبرگیری نمیاد؟ نه. در کجا؟ در همون خونمون در محله 104 اونقدر دور نیست، لیکن یگان بار نآمده خبرگیری. همه چی مرا گناهگار حساب میکنم پدرم شد. من میخواهم خانمو به آنها نشان دهم که من اون خیلی که آنها فکر میکنم، من اون خیلی دختر نیستم. چی میگن پدرتون؟ چی فکر میکنم؟ گناه اختاد میگذره، میگه مادر در نیزه همون کار خوش روی اجرا کنی اویتره نمیزنه. با وجود آنی که مادر با او رفتاری نامناسب کرد، اما نمیدونم سببش در چی باشد. حاضر بسیارتر میخواهم که مادرم در نزدم باشد. اگر مادر در نظر باشد تو رو بخشیده میتواند؟ خداوند با اون بزرگیش میبخشد، چرا من نمیبخشم؟ نقشه هایش بسیار جالبند. بر مرکز ملی تحصیل حقوق شناسی میسپارم حجت های را. با چی مشکلی گرفتار شدم من هیچگاه فرزندانم را نمیپرتایم. این سرگذشتی که از سر من گذشته است نمیخواهم که از سر فرزندی من گذره. عائله مکتب اولی نیست که انسان در آن تربیه میگیرد. دانش و ملکه روزگارداری را از خود میکند. همزیستی با اطرافیان را میآموزد. همچنین فرزندان که همه روزه از این دبستان که آموزگارانش پدر و مادر میباشد تعلیم میگیرند. تأثیر عائله به انکشاف منبع شخصیت حصه گذار میباشد. استفاده همه گونه زورآوری در عائله نزد قانون جنایت حسابیده می شود. دور کمپانی، از آرزو با موفقیت.